صبح 26 ایول به تاجیکستان 1.5 میلیون وایه واکسین مدرنا وارد کرده شد. سفارت امریکا در دوشنبه گفت این 1.5 میلیون وایه واکسین تحفه امریکا به مردم تاجیکستان است. صبح امروز ایالات متحده به مردم تاجیکستان 1.5 میلیون وایه واکسین مدرنا اهدا کرد. واکسین مدرنا که از آن در ایالات متحده استفاده میکنند به نجات جان انسانها و خاتمه دادن به تعدید جهانی کووید 19 کمک میکند. توسط برنامه کوواکس ایالات متحده به تاجیکستان تقریبا 1,700,000 وایه واکسین را رایگان داده است. از ماه مارس سال 2020 ایالات متحده آمریکا برای مبارزه با کووید 19 به تاجیکستان نزدیک 9 میلیون دلار کمک رسانیده است. یک جایه برای خاتمه دادن پاندمی تلاش خواهیم کرد، گفته می شود در اطلاعیه سفارت آمریکا. وزارت تندرستی تاجیکستان گفت حکومت تاجیکستان هنوز در اول سال جاری توسط وزارت کارهای خارجی و دیگر پلتفرم‌های موجوده به حکومت ایالات متحده آمریکا توسط سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه جهت کمک در فراگیری اهالی با واکسیناسیون مراجعت نموده بود. وزارت گفت واکسین‌های رسیده برای واکسینه کردن 750,000 ساکن تاجیکستان کفایت میکند و در نظر است که وایه‌های قبول شده به ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های مملکت طبق نقشه‌بندی دسترس گردیده پس از انتقال معرکه واکسیناسیون آغاز می‌شود. وزارت گفت در مراسم قبول وایه‌های واکسین مذکور در فرودگاه بین المللی دوشنبه معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان مطلوب خان ستاریان، معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان غفور محسن زاده، نماینده خزینه کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در تاجیکستان اوساما مکاوی، نمایندگان سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی اشتراک نمودند. یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل که مسئولیت رسانیدن واکسین‌ها به تاجیکستان را به عهده آن واگذار شده است در توییتر خبر داد که امریکا برای کشورهای دنیا در عموم 80 میلیون وایه واکسین کمک میکند و با دریافت 1.5 میلیون وایه واکسین مدرنا تاجیکستان نخستین کشوری شد که از این کمک‌های امریکا بهره ور شد. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی به نقشه گرفته است که در اساس امکانات موجوده 62.4% و یا 5.8 میلیون اهالی از 18 ساله بالای کشور را با واکسیناسیون فرا گیرد. ستاد جمهوریوی مبارزه با کرونا ویروس روز 3 ایول گرفتن واکسین را برای تمام اهالی کلانسال کشور حتمی اعلام کرد. واکسین ضد کرونا ویروس در تاجیکستان رایگان می باشد.